سلام رفقا، آیا میدونستید یه بازی ترسناک تو سال 2019 منتشر شد که هنوزم خیلی از بازی جدید بهتره؟ من دی‌ام هستم و امروز قراره بریم سراغ شاهکار واقعی ریزیدنت ایول 2 ریمیک. پس اگر طرفدار بقا ترس زامبی هستید تا آخر ویدیو با من باشید. اولین بار ریزیدنت ایول 2 سال 1998 روی پلی‌استیشن 1 منتشر شد. یه بازی با گرافیک پیکسلی و دوربینای ثابت ولی با اتمسفر مرگبار، هم موقع هم کلی طرفدار داشت. و حالا کپکام تصمیم گرفت تو سال 2019 این عنوان افسانه‌ای رو دوباره زنده کنه. ریمیکی که ساختن یه شاهکار واقعی، گرافیک نسل هشتم، صداگذاری بی‌نقص، طراحی محیط بی‌نظیر که تفاوت دو تا نسخه اصلی و ریمیک تو تصویر بالا کاملا واضحه. زامبیا واقعا ترسناک، گلوله‌هات رو یکی یکی باید حساب کتاب کنی. اتمسفر بازی اینقدر سنگینه که حتی صدای قدمات توی راهرو میتونه ضربان قلب تو بالا ببره. شخصیت‌ها: لیام کندی، تازه‌کار ولی شجاع، کلر ردفیلد دنبال برادرش با قلب مهربون وسط جنگ. البته خط داستانی دوتا شخصیت با هم خیلی فرق داره. لیان به عنوان یه پلیس تازه‌کار به این شهر اومده تا اوضاع رو بررسی کنه، ولی کلر اومده تا برادرش رو پیدا کنه. البته تو ایستگاه پلیس میفهمه که برادرش 3 هفته پیش از اونجا رفته و باید با هم فرار کنه. حتی فرار لیام با کلر هم فرق داره. کلر در اواسط بازی باید دختر بچه روبرو شه که باید اون دختر بچه رو از اونجا نجات بده که ازش مراقبت کنه، ولی لیان در اواسط بازی با ایدا فرار میکنه که در آخرش ایدا از پل میفته و اون با کلر با یه قطار از اونجا فرار میکنه. البته شیری آدووانگ، رئیس فاسد پلیس، همه به داستانا عمق میده. یه سری نکات هست که شاید حتی ندیده باشی، مثل سکانس‌های مخفی از تراک‌های خاص، مثل این صحنه بالا. البته تو این صحنه لیان به ایدا شک کرده بود و ایدا با این کارش لیان رو خر کرد تا به حرفاش گوش بده. این چیزاست که نشون میده کپکام برای جزئیات چقدر ارزش قائله. در کل ریزیدنت ایول 2 ریمیک نه فقط یه بازسازی، بلکه یه نمونه درخشان از وفاداری به اصل نوآوری. تو همین بازی رو تجربه کردی؟ کدوم بخشش برات ترسناک بود؟ حتما تو کامنت ها بنویس. لایک و بکوب، سابسکرایب یادت نره. من دی‌ام ایولم و این فقط شروع ماجراست.